با امید تنزیتی شما بینندگان عزیز به تقدیم خبرها در سرخط رویدادهای امروز 28 می شروع میکنم. در برنامه امروز از افزایش شماره بازداشت شده ها در مناقشه با شرکت خواهرزاده همسر پرزیدنت تاجیکستان میگوییم. از آن معلومات میدیم که تاجیکان طریق کدام گذرگاه ها از قرقیزستان میتوانند بیرون شوند، اوید برقراری پروازهای شرکت سیبیر به تاجیکستان و سرخریدار بودن دامادهای تاجیک در روسیه نیز صحبت خواهیم کرد. وزارت کارهای خارجی قرقیزستان رویخط گذرگاه‌هایی را اعلام کرد که طریق آنها شهروندان تاجیکستان میتوانند خاک این کشور را ترک نمایند. به قول خدمات مطبوعاتی نهادی مذکور، بنابر محدودیت‌های موقتی زادگان تاجیکستان تنها توسط 5 گذرگاه کلوندو، کایراگاچ، کیزلبل، بردوبو و قرمیق امکان دارند از قلمرو قرقیزستان بیرون شوند. در این وزارت تاکید کردند محدودیت به تاجیکانی که در نمایندگی‌های دیپلماتی و سازمان‌های بین‌المللی فعالیت می‌کنند دخل ندارد. روز 26 می بعد آنکه مقامات قرقیز اجازه وارد شدن مسافران هواپیمای سومون ایر را در فرودگاه بیشکک ندادند، وزارت کارهای خارجی تاجیکستان از شهروندانش خواست به قرقیزستان نروند. در همین حال مقامات تاجیکستان نگفتند که آیا مرز را می‌بندند یا نه. شماره افراد بازداشت شده در زنازنی 16 می با شرکت خواهرزاده همسر امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان در دنقره به 9 نفر رسیده است. قبلا رادیو آزادی خبر داده بود که 7 نفر از دوستان امرالدین نقشف برای حمله به کارمندان شرکت مینوفارم دستگیر گردیدند و خود او فرار نمود. دیروز وزارت کارهای داخلی خبر داد که نقشف بعد 11 روز جستجو اختیاری به شعبه کارهای داخلی دنقره حاضر شده است. به او برای اوباشی از 2 تا 7 سال زندان تهدید میکند. شرکت مینوفارم که با کارمندانش زنازنی صورت گرفته است، از کمترین شرکت‌های در تاجیکستان است که اجازه جمع‌آوری شیره کمال را دارد. این شرکت نیز پیوندی‌های با شرکت سابق فراز دارد که به شمس‌الله صایبوف داماد رئیس جمهوری تاجیکستان متعلق می باشد. برای اولین بار در شهر خوجه نرخ گاز مایع از مرز 5 سومانی عبور کرده است. به نوشته سامانه سوغ نیوز، دیروز در مرکزهای فروشی سوزشواری 1 لیتر گاز مایع بر عوض 5 تا 5 سومانی و 5 درم فروخته میشد. سبب جهش نرخ معلوم نیست. رانندگان در صحبت با خبرگزاری ابراز داشتند که همه ساله با شروع کارهای کشاورزی قیمت گاز مایع بالا می رود، ولی تا به این حد افزودن ارزش آن یکم بار مشاهده شده است. از اداره خدمات ضد انحصاری در ولایت به سوغ نیوز گفتند که روزهای نزدیک برای آموختن وضع بازار و نرخ‌گذاری گاز مایع یک گروه کاری از دستگاه مرکزی خدمات به سوغ می آیند. طبق امور رسمی بیش از 60% نقلیات در تاجیکستان از گاز مایع استفاده می کنند و بالا رفتن قیمت آن به گفته کارشناسان به نرخ محصولات در بازارها تاثیر می رساند. مرادعلی علیمردان رئیس اگروینوست بانک و تاجدین پیرزاده رهبر تاجیک صادرات بانک از مقامهایشان برکنار و به جای آنها مدیران مخصوص تعیین شدند. قرار است مدیران مخصوص تا تعیین گردیدن مدیران برهم بانک را اداره کنند. مدیران برهم اموال و دارایی‌های این دو بانک را به فروش گذاشته امانت‌های مردم و پول سهامان بانک را باز می‌گردانند. همکنون با قرار دادگاه فیروز جلالوف روند برهمدی اگروینوست بانک و جمشید عبدالرحیموف روند برهمدی تاجیک صادرات بانک را رهبری خواهند کرد. اجازتنامه فعالیت تاجیک صادرات بانک و اگروینوست بانک را بانک ملی 21 می بازخوان کرد. این دو بانک یک زمان عظیم و به اصلاح نظام ساز سال 2015 دچار بحران گشته در پرداخت امانت‌های مردم عاجز ماندند. امروز رهبر بلاروس الکساندر لوکاشنکو با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین ملاقات خواهد کرد. در عین زمان وزیران کارهای خارجی کشورهای عضو اتحادیه اروپا بخش نوی تحریم اقتصادی بلاروس را بررسی می‌کنند. 23 می بلاروس هواپیمای مسافربری شرکت راین ایر را به نشست در مینسک وادار نموده. خبرنگار مخالف حکومت رومان پراتاسیویچ
و دوست دخترش شهروند روسیه سوفیا سپیگا رو به حبس گرفت. با گفته سخنگوی کرمل دیمیتری پیسکوف احتمال در ملاقات لوکاشنکو با پوتین درباره این حادثه تفصیلات داد. در صحبتش با خبرگزاری تاس پیسکوف اضافه کرده است که موضوع اساسی بحث و بررسی‌های ملاقات لوکاشنکو و پوتین همکاری‌های اقتصادی دو کشور خواهد بود. وکیل مدافع پروتاسیویچ اینسا آلینسکایا میگوید 27 می برای اولین بار با زیرحمایه‌اش واخورده است. حکومت روسیه به زودی ضرورت امگذرانی مهاجران مهنتی و دانشجویان خارجی را بررسی خواهد کرد. در این باره تاتیانا گولیکова معاون سروزیر روسیه بیان داشته است. به گفته گولیکova این مسئله در سطح فدرالی مطرح خواهد شد. ضرورت امگذرانی مهاجران و دانشجویان خارجی از کرونا ویروس را والی و یا گوبرناتور ولایت استراخان با حکومت روسیه در میان گذاشته است. ایگور بابوشکین گفته است در استراخان امگذرانی طبق خریطه را صورت میگیرد. در عین زمان او اظهار نگرانی نموده است که با زیاد شدن شماره مهاجران مهنتی در این ولایت خطر گسترش کرونا ویروس نیز بیشتر می شود. قبلا مقامات روس گفته بودند در آینده نزدیک امگذرانی مهاجران را در نقشه ندارند. در روسیه میمانیم. پرزیدنت روسیه یک مهاجر توجیک را قدردانی کرده است. بنا به اطلاع خدمات مهاجرت تاجیکستان در روسیه پرویز کامولوف در حوزه شمال و غرب این کشور در 100 هکتار زمین کشاورزی به پرورش سبزیجات از جهت اکولوژی تازه مشغول بوده. از زحمت شهروند تاجیکستان را حکومت روسیه به اینوبت گرفته. با فرمان ولادیمیر پوتین او با افتخارنامه و مدال خاطروی سرفراز گردید. خدمات مهاجرت می‌افزاید پرویز کامولوف در دوره پاندمی کرونا ویروس برای مهاجران توجیک و عائله‌های آنها دانشجویان و دیگر شخصان احتیاجمند دستی یاری دراز کرده است. تقدیم خبرهای دوم می‌دهم. وزارت مدافع تاجیکستان میگوید نقشه دعوت بهاری امسال به خدمت در ارتش 100% اجرا شده است، ولی رسما معرکه دعوت تا 31 می ادامه خواهد کرد. سخنگوی وزارت مدافع تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که قرار است هفته آینده در نزد وزارت با شرکت مسئولین و کمیسریات‌های حربی چگونگی برگزاری معرکه دعوت امسال نتیجه گیری شود. دعوت بهاری در شرایطی به پایان میرسد که از آغاز مفصل در شبکه‌های اجتماعی شکایت و نوارهای زیادی درباره سرباز شکار نشر شدند، ولی در اول ماه جاری دوستانی کل تاجیکستان با مراجعت نامه جامعه شهروندی تاجیکستان در مورد خاتمه بخشیدن به ابله پاسخ داده گفت که در کشور چنین حالت جای ندارد و اکثر این نوارها بی اساسند و به معرکه دعوت مربوط نیستند. خبرگزاری‌های روسی می‌نویسند که شرکت هوایی سیبیر دیگر باره اجازت انجام پروازها به تاجیکستان را دریافت کرده است. روز 18 می مقامات تاجیک بنابر گرانی نرخ بلیط‌های سیبیر به سمت روسیه پرواز هواپیماهای این شرکت را به تاجیکستان منع کردند. چنین تصمیم باعث سرسانی مسافران تاجیک شد که الکی بلیط پرواز را در دست داشتند. آن زمان نمایندگان شرکت سیبیر وجود مشکلات را جهت دریافت اجازت پرواز تصدیق کرده اظهار امیدواری نمودند که مسئله را حل خواهند کرد. حالا شرکت مذکور اعلان نموده است که پروازهای بین دو کشور برقرار شدند. شرکت سیبیر از دوشنبه و کولوب به نوسیبیرسک، استراخان، کیمیر و برناول و ولگاگراد پروازهای چارتری دارد. سال جاری به عنوان شهر مسکو از میان شهروندان خارجی بیشتر از همه با تاجیکان ازدواج کردند. تاس از قبل اداره زاکسی پایتخت روسیه می‌نویسد در سال 2021 از میان 1,500 عقد نکاح بسته زنان و دختران مسکو با مردان خارجی 355 مورد آن با زادگان تاجیکستان رست می‌آید. بعد از تاجیک‌ها زنان روس با ازدواج با شهروندان آذربایجان، اوکراین، قرقیزستان و بلاروس برتری دادند. بنا به اطلاع ریاست زاکس شهر مسکو از اول سال 2021 در پایتخت روسیه حدود 2700 عقد نکاح با خارجیان ثبت شده است. این نظر به سال 2020 13% کمتر، ولی در قیاس با سال 2019 19% بیشتر می باشد.
حالا درباره قربی اسعار خارجی در تاجیکستان برایتان معلومات میدیم. برای امروز بانک ملی 1 دلار و 11 سومانی و 32 درم و 1 یورو رو 13 سومانی و 81 درم نرخ گذاری کرده است. امروز 28 می قیمت روبل روسی نسبت روز گذشته 20 درم بیشتر شده است. از روبل روسی در عوض 153 سومانی و 70 درم خرید و فروش می شود. دوستان عزیز، این چند خبری بود که تو این ساعت به دست ما رسید. خبرهای از این بیشتر رو در برنامه اخباری آزادی منتظر باشید. 3 ساعت پس به استودیو برمیگردم. تا دیدار.